وقتتون بخیر. به حرمت شعور به تمسخر گرفته شده مردمان این سرزمین در طول 100 سال گذشته توسط حاکمیت کورپوریتی سیستماتیک دولت ایرانی، ما موظف هستیم که پرده از روی حقایقی که مردمان این سرزمین روزانه در کتمان شدگی، در پرده پوشی و در قلب شدگی مشاهده می کنند برداریم. تازه ترین این نمایش ها که در امتداد برنامه های مختلف سازمان سپاه پاسداران دولت یهودی آنوسی ایرانی است، نمایش دادگاه حمید نوریه. امروز جلسه اول دفاعیات آقای حمید نوری بود. به حرمت تمام جوانان و کسانی که در عنفوان جوانی خودشان تحت تأثیرات انقلابات پی در پی شهرهای مختلف جهان در دهه 60 و متقاعب اون انقلابات جهان سوم خواستند تغییری در این جهان ایجاد بکنند و خالصانه جان خود رو بر کف دست گذاشتند و نابود شدند و از بین رفتند و بازماندگان اونها سالهای سال در فراق اونها اشک حسرت ریختند. پرده ای از این تاریخ بایستی برداشته بشه و اجازه داده نشه که این تاریخ تکرار بشه و کسی جرأت تکرار این تاریخ رو داشته باشه. دولت اختاپوسی آنوسی ایرانی با تمامی انبان و انصارش و کلونی های مختلفش سعی در بزک چهره آینده این حاکمیت دارد و مهمترین قضیه‌ای که استخوان لای زخم دولت ایرانی بود ماجرای کشتار اسیران جنگی سال 67 بود که اپوزیسیون ناتوان و ناکارآمد جمهوری اسلامی و بعد تبدیل شده به کلونی جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نامیدند یا زندانیان سیاسی. ما در این دیبیت امشب این قضیه رو بررسی میکنیم و در حد وسع خودمان مسئله را میکاویم. ببینید، ما در جهانی زندگی میکنیم که برای هر کاری در جستجوی یک متخصص هستیم. در زمانهای گذشته در سرزمین ما چیزی بود به نام پیری و دلیری. به خاطر اینکه شما بتوانید روندی از سوشیالایز شدن رو طی بکنید، احتیاج به یک دستگیر و یک راهنما داشتید تا بتوانید این پروسس رو طی بکنید. تا به مقامات عالی اجتماعی برسید که بعداً این رو حک کردن و در عرفان خلاصه کردند و طبق سلسله مراتب عرفانی آوردن. جای بحث اینجا نیست، اما در روزگاران امروز با این تقسیم کاری که انجام داده اند و متخصص سازی هایی که کرده اند، شما اگر مریض باشید به پزشک متخصص آن بیماری یا آن قسمت از بدن مراجعه می کنید. شما اگر روان ناسالمی داشته باشید به روانکاو و روانشناس مراجعه می کنید. اما دیدید در این میدیاهای حکومتی و مس میدیاهایی که در اختیار دارند سعی می کنند کارشناس سیاسی بیارند. انگار که سیاست را می شود در دانشگاه ها تدریس کرد. در دانشگاه ها کارمندان حکومت را تربیت می کنند، اما رجل سیاسی تربیت نمیشه. اما در دانشگاه
مبارز سیاسی تربیت نمیشه، اما در دانشگاه عقل به انسان داده نمیشه و پروسس عقلی انسان ها کامل نمیشه. هیچ کدام از رهبران سیاسی کشورهای جهان در زمینه سیاست یا مشخصاً فلسفه سیاسی تحصیل نکردند. نه ماو تسه-تونگ، نه لنین، نه بیل کلینتون، نه تونی بلر، نه هیچ کدوم، نه صدام حسین، نه خمینی، نه هیچ کدام از اینهایی که یک زمانی رهبران یک سری جریانهای مختلف بودند. اکثرا یا وکالت خوندن یا چیزهایی از این دست، یا اصلا دانشگاه نرفتند. به همین خاطر در حوزه مبارزات سیاسی شما احتیاج به یک بلد دارید، به یک کسی که سوراخ سنبه های این داستان رو بشناسه، بازی های حاکمیت رو بشناسه، با او دست و پنجه نرم کرده باشه، تکنیک هاش، خدعه هاش رو بدونه. اگر مردم این توان رو ندارند و نمیتونن تشخیص بدن، از مردم توقع نمیشه، از جامعه‌ای که بضاعت تولید کردن یک انسان سیاسی انقلابی را ندارد که بتواند ذهنیت پراکنده مغشوش شده مردم رو و خیالستان دستکاری شده مردم رو به سر جای خودش بازگردونه، این جای تأسف داره. متاسفانه ما در محاصره و در انقیاد کانونهای قدرتی هستیم که میخوان به شعورمون توهین بکنند. اگر بخوام یک کمی مصداقی تر صحبت بکنم و اهمیت این دیبیت رو بفهمیم، ما غالبا در کارتون های کودکان میبینیم، مخصوصا در کارتون بسیار معروف تام و جری، که وقتی موشه گربه رو فریب میده یا گربه سگ رو فریب میده، تصویری از یک الاغ ظاهر میشه و طرف از این اتفاق ناخوشایند میشه و عصبانی تر میشه. انسان و مفهوم انسان هیچ چیز نیست در فلسفه ما به جز این همانیش با دانایی. آدمی اگر دانایی نداشته باشه انسان نیست و از مقام انسانی خودش تنزیل پیدا میکنه. وقتی شما از فریب، از کلاهبرداری، از شارلاتانیزم، از تمام اون چیزهایی که از مونوپولی، از تمام اون چیزهایی که رگهایی از فریب داره و آگاهی انسانها رو میخواد به یک مسیر نادرستی هدایت بکنه و نتیجه‌ای حاصل بکنه که حاصل از حقیقت نیست، این به شعور انسانها بر میخوره. این مصداق بارز حتک حرمت کردن، تلاش برای درهم کوبیدن فضیلت انسانی و کرامت انسانی طرف مقابله. این وظیفه انسانی ماست که پرده از روی این محملات، شارلاتانی ها و معجزات و ید بیضاء دولت آنوسی ایرانی برداریم. به خاطر اینکه کرونومتری شما را برگردانم به اتفاقاتی که افتاده، خاطرتون عرضم که طبق اعترافات همین روشنفکران متأخر دولت ایرانی، مهمترین قضیه‌ای که در حاکمیت استیت ایرانی، ببینید آنچه که در سرزمین ما حاکم است یک دولت ملت نیست، یک استیت که بعد میخواد ملت بسازه.
یک کورپریشنه. مقوله است به نام جانشینی رهبر فرزانه. حالا این رهبر فرزانه میتواند یک پادشاه فردار ایزدی باشد، میتواند یک رهبر شیعی دینی هم باشد که نمونش رو در طی این سالیان اخیر دیدیم. اینجا پروژه جانشینی بسیار کار سختی است و علی خامنه ای با معضل بسیار پیچیده روبروست. ما در دهه 60 نیستیم. ما شاهد حضور خمینی به عنوان رهبر کاریزماتیک شده پارادایم شیفت جمهوری اسلامی نیستیم و احمد خمینی موجود نیست که آیت الله های دیگر رو بترسونه. این حضور احمد خمینی بود که آیت الله های دیگر شیعه رو ترسوند و رهبریت موقت خامنه ای را قبول کردند. این کلاه سلطانی کلاهی دلکش است و هر کسی که یک انرجل باشه این کلاه سلطانی رو به راحتی به خامنه ای نمیده. به همین خاطر خامنه ای در طی پروژه هایی که از سال 2016 کلید خورد و در 8 جنوری 2018 وارد مرحله اجرایی شد، پروژه های یکی پس از دیگری است که علی خامنه ای می‌خواهد از جمهوری اسلامی گذار بکند تا با همکاری همه پروژه جانشینی را به سرمنزل مقصود برساند. ببینید 8 آگوست 2016 ناگهان فایل صوتی از آیت الله منتظری منتشر شد. روز 9 آگوست 2016 BBC با پسر آیت الله منتظری مصاحبه کردند، با محمد منتظری. بعدم گفتن که محمد منتظری رو خواستن برای دادگاه ویژه روحانیت و این رو محکومش میکنند. و خاطرتون باشه در این فایل 4 نفر مخاطب آقای منتظری هستند و خمینی، اشراقی، نیری، رئیسی و کس دیگری که من اسمش یادم نمیاد و خمینی. پس عاملان و آمران کشتار 68 کیا هستند؟ 67 کیا هستند؟ اینهایی که من خدمت تو معرفی کردم. به همین سادگی اینجا شخص علی خامنه ای نیست ها، و علی خامنه ای اتفاقا این فایل اتهامات رو از ایشون بر می داره. حالا ما دقیقه 5 مصاحبه آقای محمد منتظری رو با BBC گوش میدیم. الان یک موقعیت مناسبی دیده شد که نگران بودن و ناراحت بودن را این مبارزات هست. آقای منتظری دلیل انتشار این فایل صوتی در این لحظه چه هست؟ بله، غیر از امانتداری و غیر از گفتن واقعیات تاریخی هیچ دلیل دیگه‌ای نداره و کتاب خاطرات آیت الله منتظری که ایشون گفتن در نوار بود و پیاده کردیم و منتشر شد، بسیاری اون رو اومدن زیر سوال بردن چون که به صورت مکتوب هست و گفتن این خاطرات منسوب به آیت الله منتظری هست و این نوار و این فایل صوتی الان مؤید اون اسناد. خب میگه که یکی از دلایلی که ما این فایل رو الان پخش کردیم عده‌ای اومدن، نمیگه این عده کیا هستن، ایجاد شبهه کردن در انتشار دادن خاطرات
حسین علی منتظری و میگن اینها منتسب به حسین علی منتظریه و ما خواستیم این شبهات را برطرف بکنیم. حالا چرا این تاریخ که 5 ماه بعدش دقیقاً در همین تاریخ، یعنی در 8 جنیوری، آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی رو میکشند. بله، مصطفی پور محمدی، مرسی. خب حالا دلیل دیگرشون دقیقه 5 در موردش صحبت میکنه. چند دقیقه تحمل بفرمایید تا ببینیم آقای محمد منتظری دیگه چه دلیلی برای انتشار این فایل دارند. چیزی هست که در کتاب خاطرات هست، مؤید اون موضع‌گیری هایی هست که آیت الله منتظری کردن و برای خیرخواهی نظام جمهوری اسلامی، برای خیرخواهی برای دینی که بهش معتقدین، برای خیرخواهی برای رهبر انقلاب. این از لحن ایشون و از کلام ایشون کاملا روشن هست، ولی متاسفانه جور دیگه ای تفسیر کردن و ایشون رو به ساده‌لوحی متهم کردن، ایشون رو با ارتباط با منافقین متهم کردن و این درس بزرگی هست واقعا که هر کسی نمیتونه کتمان کنه کارهای خودش رو و الان میبینیم که بعد چندین سال این حقایق کاملا. ببینید، هر کسی نمیتونه کتمان بکنه کارهای خودش رو. توجه داشته باشید، دولت ایرانی میخواد این جنایت سیستماتیک رو تقلیل بده به حضور یک سری مهره. هر کسی، یعنی این کار این سیستم نیست، این کار فلان مدیر دست سوم و چهارمی که از این نظام در این گستره‌ای که از خون عبور کرده و او داره ازش ارتزاق میکنه، این نیست. تمام اونهایی که در کارنامه جمهوری اسلامی سهیم هستند، تمام اونهایی که این نظام را سرپا نگه داشتن، نه کار اینها نبوده ها، کار 4 نفر بوده. توجه میفرمایید، کار 4 نفر بوده. ما که نمیتونیم همه را بگیریم. 4 نفر این کار 67 را انجام دادن. حالا بقیهش ادامهش چی میشه؟ حالا بهش میپردازیم. ما واضح شده و هیچ جای گفتگو و شبهه نیست. آقای منتظری، این فایل صوتی در 24 مرداد ماه سال 67 منتشر شده، تقریبا همان زمانی که این اعدام‌ها داشت آرام آرام به رو بیشتر و بیشتر میشد. یکم از فضای این روزها بگید، از رفت و آمدهایی که پدر شما داشتن با قضات و دیگر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آن زمان. بله، ایشون ارتباط کامل داشت با بدنه نظام، یعنی اینجور نبود که مسئولین رده بالا فقط با ایشون در ارتباط باشن. در تمام سطوح نظام با ایشون رفت و آمد داشتن، ملاقات ایشون بسیار آسان بود و اون قضاتی که از کار خودشون و از دستوراتی که بهشون داده شده نگران بودن و ناراحت بودن، راحت می اومدن مسائل رو با ایشون مطرح میکردن و ایشون چون که واقعا زرج کشیدن در این انقلاب، چه از نظر زندان، از نظر تبعید، از نظر اعتقادی که داشتن به این مبارزات، بسیار حساس بودن که مبادا این منحرف بشه و کارهای خلاف خودشون رو بیان به اسم اسلام و انقلاب انجام بدن. بسیار حساس بودن و به همین خاطر عکس عمل نشون میدادن و معتقد بودن باید مر قانون و مر شرع مبین اسلام پیاده بشه و اینکه مصلحت ببینن، در یک زمان مصلحت ببینن این کار بکنن، در زمان دیگه مصلحت ببینن کار دیگه بکنن. به شدت مخالف بودن و در نامه‌نگاری هاشون و در ملاقات هاشون با رهبر انقلاب هم اینها رو گفتگو میکردن، ولی خب کمتر موفق بودن. مخالفتشون با این اعدام ها بر کسی پوشیده نیست، ولی میخوام اینو ازتون بپرسم که چرا 28 سال طول کشید تا این فایل صوتی منتشر بشه؟ خب این شاید بشه گفت که زمینه‌ای که الان وجود داره در مجامعی که گفتگو میشه در مورد این اعدام‌ها، در فضای مجازی که میبینید دائم گفتگو میشه و استدلال میشه و
الان یک موقعیت مناسبی دیده شد که برای اینکه این حقایق خیلی واضح بیاد و اون تایید. خب آقای محمد منتظری درست میگه چرا بعد از 28 سال دارید این کارو میکنید؟ میگه به خاطر اینکه زمینه فراهم گفتگوهایی که پیرامون این کشتار داره در فضای مجازی میشه آماده است و ما هم خواستیم این حقیقت رو بگیم. ببینید، دولت ایرانی با یک اسیرکشی وحشتناک روبروه و جنایاتی که تا بن دندان این سیستم حاکمیت دولت ایرانی کرده، مخصوصا این جمهوری اسلامی و روایت جمهوری اسلامیش. این استخوان لای زخم جمهوری اسلامی بایستی برطرف بشه و یک بار برای همیشه در تاریخ پاک بشه. از همین زمانه که شما میبینید دستگاه‌های مختلف میدیایی سپاه پاسداران فیلم‌های مختلفی در مورد مجاهدین خلق میسازند. برای چی؟ برای اینکه از ماجرای کشتار 67 میترسند. هم از اینکه این داستان ادامه دار بشه و خیلی از الیت های حاکمیتی رو درگیر بکنه میترسن. اینها با ماجرای آلمان نازی روبرو بودند. اینها با ماجرای دادگاه سران نازی روبرو بودند، دادگاه نورنبرگ. اینها داستان پینوشه رو میدونند، داستان کشتارهایی که پینوشه کرد. پینوشه عده‌ای رو سوار هواپیما میکرد و در اقیانوس آرام اینها رو تخلیه میکرد و خانواده های اینها سالیان سال در این توهم که فرزندانشون برمیگردن مطیعان دست پینوشه شدند. اینا این تجربه ها رو دارند. ارباب بزرگ آمریکاییشون این تجربه ها رو داره. حالا بایستی چگونه ما گذار بکنیم به بلبلستان کورپریشن آنوسی ایرانی با روایت دیگری، مثلا جمهوری ایرانی، مثلا نظام جمهوری مشروطه ایرانی، چگونه بایستی گذار بکنیم؟ بایستی تمام این پرونده های باز رو مختومه اعلام بکنیم تا همه چیز به خوبی و خوشی تمام بشود. من خیلی عذر میخوام از شنوندگان و بینندگان این دیبیت. شرایط نامناسب فیزیکی داشتم، من سرما خوردم به شدت و از سرفه های مکرر خیلی سعی میکنم که جلو سرفه ها رو بگیرم اما نمیتونم و به همچنین از به ریزش بینی نمیتونم جلوگیری بکنم و متاسفانه وقتی برای این دیبیت آمدم یادم رفت که دستمالی بردارم و مجبورم به خاطر برداشتن دستمال یک بار هم که شده جابجا بشم. این توضیحات رو دادم که بیادبی نباشه. حالا و از بابت صداهای ناخوشایندی که میشنوید عذر میخوام. حالا اگه توجه داشته باشید، آقای محمد منتظری کسی نیست ازش سوال بکنه آقای محمد منتظری تو فضای مجازی وادارت کرد این فایل رو منتشر بکنی که درش پور محمدی و اشراقی و رئیسی و نیری مقصرند و خمینی، نما بقیه نظام، یا دستور سپاه پاسداران و بیت رهبری بود که بعدن یک نمایشی از دادگاه ویژه روحانیتم براتون گذاشتن؟ چه اتفاقی افتاد آقای محمد منتظری؟ گرفتنت؟ چه اتفاقی برای تو افتاد آقای محمد منتظری؟ هیچ. یک سری نمایش بود، یک تب و تابی را تعقیب کردن. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ این روایت دولت ایرانی که این جنایات عمیق رو در این سرزمین کرده حالا خلاصه میشه در 4 نفر و خمینی که مرده: نیری، اشراقی، رئیسی و پور محمدی.
خب این یعنی تقلیل دادن یک داستان، تقلیل دادن یک روایت، ساده کردنش. میدونی کی بابا تو کشته؟ این رئیسیه. ما نبودیم که، تاجزاده نبوده که، نه حتما تاجزاده نبوده، سعید حجاریان نبوده، اصلا سعید حجاریان نبوده که اگر نظام جمهوری اسلامی نبود سعید حجاریان حتما نون خشک میفروخت. چی کاره بود من نمیدونم. این کار اکبر گنجی نیست ها، محسن سازگاران نیست ها، کار هیچ کدوم از اینها نیست. نه، این کار کیه؟ نیری، رئیسی، اشراقی، پور محمدیه. تمام اونهایی که از جمهوری اسلامی نام، شهرت، مقام، شخصیت، پول و موقعیت دریافت کردن نیستن که. نه، 4 نفر این کارو کردن. خونبهای باباتو برو از اونها بگیر، پسرت رو برو از اونها بگیر، دخترت رو برو از اونها بگیر. حالا این سناریو داره ادامه پیدا میکنه، باید حلش کرد. نمیشه که فایل منتظری رو منتشر میکنن، BBC مانور میده، رسانه های خارجی مانور میدن، بعد تحت نام فریاد تظلم مردم ایران و آخه چه خوب شد بالاخره دیدن این جنایت بود، ما همینیم دیگه، یک عالمه ما رو کتمانمون میکنن، بعد یه جایی قاقلیلی چیزی دستمون میدن. اینجوری با دست راست با اون دست میدن، با دست چپ جیبون رو خالی میکنن و ما نمیفهمیم چه اتفاقی افتاد. حالا اوج داستان جانشینی به کجا میرسه؟ از کجا عملا اجرایی میشه؟ از 8 جنوری 2017 و مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی یا کشتن علی اکبر هاشمی رفسنجانی. حالا این سناریو تعقیب میشه، جمهوری اسلامی هی داره فیلم میسازه، هی داره اینا رو به عنوان منافقین و آدم کش و جنایتکار و شرایط جنگی و اینها معرفی میکنه تا کدام بستر رو آماده بکنه؟ تا این بستر رو آماده بکنه. حالا ما برمیگردیم به یک کشور زیبای، ملوس، قشنگ اروپایی به نام سوئد که این سوئد فریاد تظلم خواهی مردم ایران رو داره اجرایی میکنه. خیلی آدمای خوبی هن. از بودجه دولتیشون، از دستگاه قضاییشون مایه میذارن که خدایی نکرده حقوق بشر مولای درزش نره. با کی؟ با شخص مجهول الهویه‌ای که معلوم نیست کیه به نام ایرج مصداقی. ایرج مصداقی در این دادگاه ماهیتش برای من یکی آشکار میشه. من نمیدونم ایرج مصداقی کیه، کتاباشم نخوندم، اما نوع سناریویی که اینجا داره بررسی میشه، آقای ایرج مصداقی در این سناریو دخیله. ایرج مصداقی در زندگی نامه ویکیپیدیایش نوشته که ایشان زندانی سیاسی بودن از دهه 60 تا سال 70 و میگن که سال 73 مجبور میشن که از ایران خارج بشن و در سوئد زندگی میکنن. آی ایرج مصداقی، شما چه کاری کردید از بین سال 70 تا 73 که مجبور شدی در بری از ایران؟ چه کار کردی؟ تو از ماجرای بسیار حساس سال 67 جان سالم به در بردی، 3 سال بعدشم به سلامت در زندان بودی. تو رو کی فرستاده اروپا؟ برای چی تو رو فرستادن اروپا؟ برای اینکه روایت خودتو، چطوری تو اعدام نشدی ولی در تمام این سوراخ سنبه ها بودی، چطوری تو همه رو به اسم یادته، اما خیلی ها رو داریم که به اسم خیلی ها رو یادشون نیست و زندانی هم بودند. تو چطور آقای ایرج مصداقی به تمام این تلویزیون ها و به این تریبون ها دست پیدا کردی؟ آقای ایرج مصداقی تواب. ببینید آقای ایرج مصداقی، اون چیزی که مردم نمیدانند، ما یک مردمی هستیم که چون موجودیت فیزیکی نداریم به نام مفهوم مردم، بعد
دوستم نداریم کاری بکنیم و ریسکی بکنیم. هر کسی که میاد یه حرفایی میزنه، یه گوشه هایی از دل ما خنک میشه، ما اینو بتش میکنیم. ولی کسی نمیفهمه تو داری کجا رو مخفی میکنی، تو داری کدام پروژه رو پیش میبری. آقای ایرج مصداقی که میای بیرون کتاب منتشر میکنی، تریبون در اختیارت میذارن که به چه دردی بخوری آقای ایرج مصداقی؟ به درد این سناریو. حالا ما اینو بررسی میکنیم ببینیم این سناریو ساختگیه یا واقعیه. سناریوی دادگاه حمید نوری. من در شرایط خوبی نیستم اصلا و خیلی دارم به خودم فشار میارم که بتونم این دیبیت رو ادامه بدم. خب BBC با حضور آقای ژیار گل یک گزارش تهیه کرده از جلسه اول دفاعیات آقای حمید نوری. خب میشنویم. من با یک اتهام و یک شکایت پوچ و بدون سند و دلیل و مدرک به شکل خیلی بد و درنده بازداشت شدم. این صدای حمید نوری است، صدای زندانبان سابق. او به اتهام جنایت جنگی و قتل زندانیان سیاسی از 2 سال پیش در استکهلم سوئد بازداشت شده است. ولی این گروهک‌های وابسته و جنایتکار و اعضای آنها حمید نوری از اینجا از عملکرد همکاران سابقش در دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تمجید می‌کنند. همکاران عزیزم در دستگاه قضایی که من افتخار و سعادت آن را داشتم تا مدتی در کنار شماها باشم و خدمت کنم. خب ببینید دفاعیات حمید نوری رو دارید میشنوید. آقای حمید نوری خیلی نمایشی داره دفاعیاتش رو انجام میده در ابتدا و BBC داره این رو مخابره میکنه. ببینید ایشون داره تشکر میکنه از همکارانش و به همکارانش داره روحیه میده در دستگاه قضاء جمهوری اسلامی، یک حکومت مشروع در شورای امنیت سازمان ملل، عضو سازمان ملل متحد. دولت جمهوری اسلامی در هیچ جای این روابط بین المللی به عنوان یک حکومت تروریست شناخته نشده. توجه می‌فرمایید. ایشون الان داره خوب نمایش میده، داره میگه اینجا دستگاه قضاست و من در دستگاه قضای جمهوری اسلامی کار کردم و افتخار میکنم. ببینید شما نمیتونید در امور داخلی یک سرزمین دخالت بکنید، این جزء قوانین بین المللیه. شما نمیتونید به قوانین یک کشور هم معترض بشید مادام این حاکمیت مشروعیت دارد بر این جامعه. آقای حمید نوری هم داره این مسئله رو قضایی میکنه و ایشون در دستگاه قضا بوده. BBC هم داره اینو مخابره میکنه. حالا BBC داره میگه این آقای حمید نوری چهره دیگه هم داره. آقای حمید نوری مرجان گوش میده. مرجان هوادار مجاهدین بوده. آقای حمید نوری اهل شوخی و دلبری و این هست. من شما رو میخوام به کجا بکشونم؟ به اون جایی که در جنگ جهانی دوم اینجور تبلیغ میکردن که سران نازی مریضن، مریضی های روحی روانی هن که همچین جنایاتی میکنن. مثلا کشورهای غربی داشتن اینها رو یا متفقین داشتن اینها رو تبلیغ میکردن. بعد هم که اینها رو گرفتن و مورد معاینه قرار دادن دیدن هیچ کدوم از اینها هیچ بیماری روانی ندارند. این رو حتی هانا آرنت گزارش میکنه از آیشمن در اورشلیم و در وجود آیشمن هیچ هیولایی نمیبینه. خب الان شما این حمید نوری، این مجسمه سبعیت و بربریت جمهوری اسلامی رو دارید میبینید. یه آدم
لاغرندام، چه میدونم، همچین سوسول مهربان اهل موسیقی و زندگی مدرن و شوخی و عاطفه. این الان برای شما یک چی درست میکنه؟ یک نوع عاطفه شما مخاطب رو برمیانگیزه. این حرفای آقای حمید نوری و فیلم هایی که BBC در مورد این ساخته. حالا ادامه میدیم. دارم مرجان گوش میده. حمید نوری کیست؟ او چگونه سر از سوئد در آورد؟ مدارک و تصاویری که به BBC رسیده چهره دیگری از او نشان میدهد. حالا این مدارک رو کی به BBC داده؟ این خیلی مهمه. این مدارک رو داماد سابقش داده که احیانا کرد قومی اتنیکی سنندجیه به نام آقای هرش. آقای هرش این آقا رو لو داده، براش دام گذاشته. حالا آقای هرش رفته یک کلیپایی از این آقا به BBC میده که این آقا میرقصه و میخوانه و عاشقتم و دوست دارم، اینها رو برای هرش فرستاده. خب همین آقای هرش همچین موجود ملوس زیبایی رو براش توطئه میکنه توسط ایرج مصداقی که بگیرن اینو. حالا توجه داشته باشید، این سناریو ساختگی رو شما بررسی کنید. خیابون قیطریه است. منم حاج حمید نوری دامت حفاظتو. صدها صفحه از باجویی‌های دادستانی سوئد از حمید نوری و مدارک علیه او به دست ما رسیده. این اسناد میتواند به بسیاری از سوالات درباره حمید نوری و چگونگی دستگیری او پاسخ دهد. میخواستم ازتون بپرسم که میتونید توضیح بدین که چه کسی شما رو دعوت کرد که از ایران بیاین به سوئد؟ منو هرش صادق ایوبی که به نام آریان اسم مستعارشه منو دعوت کرد. چون اسم هرش اسم سختیه. خب اینو کی دعوت کرده؟ هرش صادق ایوبی، یک کرد. آقای حمید نوری چگونه فعالیت‌هاشو در جمهوری اسلامی آغاز کرده؟ ادعا میکنه که من سربازی رفتم اول انقلاب، ماجرای کردستان پیش آمد و من دوران سربازیم تمام شده بود، داوطلبانه به جنگ کردستان رفتم. این آقای کرد قومی اتنیکی کش بعد دامادش برای دختر خاندش یک کرد قومی اتنیکی به نام هرشه. توجه بکنید، هرش یعنی حمله. خب این آقای هرش بایستی از یه خانواده چپ باشه که احیانا باباش دارای تفکرات چپ بوده که این آقا رو اسمشو گذاشته هرش. ما اول به انقلاب 57 یه عده رو داریم که در خانواده ها اسم بچه هاشون رو انقلابی میذارن، شورش، هرش، اینا هستن. آمانج یعنی هدف، آرمان اینا اسمای اول انقلابن. خب حالا این آدمی که میگه من سیاسی نیستم و از این چیزا نمیدونم و اسمشم هرشه و کرده، دوماد آقای حمید نوریه. آقای حمید نوری هم برای این لاف میترکونه تو این ویدیو کلیپایی که براش میفرسته. شما اینا رو کنار هم بچینید ببینید یک کارگاه از فریبی که در صحنه جرم مجرم میده پی به حقیقت میبره. سناریو بسیار آوکی. حالا این آقای حرفای آقای هرش رو گوش بدید. تلفظ هرش سخت بود. برای چی سخته؟ یه رشه. به همین خاطر بهش میگن آریان. خب چون تلفظش سخت بود به من میگفتن آریان. آقای هرش دیدی که برای ما سخت نبود، برای خودشم سخت نبود، گفت اسمت هرش، اسم مستعارتم آریانه. درسته؟ خب ادامهش. سال 2012 دختر خونده حمید نوری رو من توی ایران ملاقات کردم. این خانم
برگشت گفت اگه یه روزی روزگاری تو ایران شما یا دوستاتون حکم قصاص داشتین به من بگو، من یک نفر رو دارم با یه مبلغی این حکم رو. اینو کی گفت آقای هرش صادق ایوبی؟ اون وقتی که باش ملاقات کردی دیت داشتی؟ این جزء پکیجش بود که تو رو راغب بکنه به ازدواج و ادامه دیت. بهت گفت اگه کسی حکم قصاص داشت ما یکی رو داریم با پول یه کاری برات میکنه. تو چطور ازدواج کردی بابا مادر این طرف رو نشناختی؟ تو چطور نمیدونستی بابای این چه کار است یا پدر خاندش چه کار است؟ تو چطور نمیدونستی این آقا یا قدرتی دارد؟ گفت به من، فوراً بهش گفت. کی گفت؟ خودش گفت. به کی گفت؟ در گوش اون گفت. چی گفت؟ گفت ببین اگه خودت دوستات حکم قصاص داشتید بگو با یه مبلغی حلش میکنیم. این یعنی چه؟ این یعنی ساختن یک شناسنامه تاریخی یک داستان جعل فیک. ما اینجا کارمون اینه که سناریوهای دروغین رو آقای هرش صادق ایوبی در میاریم. خیلی سناریوت سسته، خیلی سسته، خیلی مخاطب رو دست کم گرفتی. وسط لافتر کندن و عشق و عاشقی و اینها مشکل مالی داشتید مگه؟ دختره مشکل تهیه جهیزیه داشت. چه مشکلی داشت این دختره وسط این لافتر کندن و عشق بازی شماها در این ابتدای زندگی برگرده همچی حرفی به تو بزنه؟ چرا بایستی همچی حرفی بزنه؟ تو برات مشکلی پیش اومده بود، برادرت زده بود کسی رو کشته بود حکم قصاص داشت، اینم ناگهان آمد گفت. اینطوری آدم میتونست باور کنه که تو در یک بحران بزرگی بودی و حالت هم خیلی بد بود و اینم گفت ببین نترس من اینو برات حلش میکنم. خیلی قشنگه. ببین بهم گفت که پول بدید قصاص رو براتون درست میکنم. واقعا شما تو دیتاتون همچی حرفایی میزنید؟ یا هفته اول آشناییتون یا هفته دوم آشناییتون واقعا این گونه است؟ من این قضاوت رو میذارم مردم بکنن در مورد سناریویی که تو داری تعریف میکنی. حالا ادامه میدیم که تو از کجا اینو میشناسی. ببین تو نمیگی که خودت بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی هستی. تو نمیگی این پروژه بیت رهبری و سپاه پاسدارانه. تو نمیگی شماها با همکاری همدیگه این پرونده رو ساختید. نه، دارید سناریو آبکی میسازی برای مردم. تمام اون فیلم هایی که حاج حمید نوری برات فرستاده سناریوهای ساخته شده است که این حرفای تو رو تثبیت بکنه. اینا رو از قبل ساختید. توجه میفرمایید؟ ادامه میدیم. یک داماد کرد که امکان داره یه عداوت تاریخی هم داشته باشه. این کردها کینه‌ای هن، مثل عمر خطاب میمونن. حتی سوسولی مثل شما این انتقام رو میگیره. این دروغ محضه، این کلاهبرداریه، این شامورتی بازیه. آقای هرش صادق ایوبی ما آمار تو رو در میاریم. خودت و خانوادت چی کاره بودید؟ حالا در میگردیم به داستان. بعد اصلا نشون نمیدی آقا، با اون بینی عملی زیبات نشون نمیدی که مردی هم هست یه استخونی داری. دوتا چک بهت بزنن محکم سر پات وای میسی که احیانا کسی کاری در حقت بکنه تو بتونی همچین کار بزرگی در حقش بکنی. یعنی تو خودت و خانوادت رو وارد یک پرونده بزرگ امنیتی حیثیتی با دولت ایرانی بکنی. تو آقای هرش صادق ایوبی، تو داری میگی هیچ کاره بودی، سیاسی نبودی، خانوادت هم نبودن، هیچ مشکلی هم با جمهوری اسلامی نداشتی، رفت و آمدم میکردی. بعد تو ناگهان این همه شجاعت رو از کجا آوردی؟ با یک پرونده حیثیتی که آرمانهای جمهوری اسلامی و تمام حیثیت جمهوری اسلامی رو امکان داره برباد بده، تو داری شهامت به خرج میدی و سر یک مسئله فامیلی همچین بازی بزرگی میکنی. میدونی مثال بارزش میشه چی؟ میگن طرف برای یه دستمال یه قیصری رو با آتش کشید. شما برای یه دستمال داری یه پاساژ رو با آتش میکشی. شما اینو باور میکنی؟ اونم از ذهن حسابگر شما.
مخصوصا سننجیجی ها پروسس شهری درشون بسیار زودتر اتفاق افتاده، خیلی شهری ترن و خیلی حسابگرترن. اونم در چهره‌ای مثل شما، نه انقلابی هاشون داستان دیگه‌ای دارن. در چهره های محافظه کاری مثل شما خیلی حساب 2 تا 4 تا هست. ما میشناسیم هم دیگه رو. من کرمانشاهی هم، تو سنندجی هستی، ما میدونیم چه خبره. خب حالا ادامه میدیم آقای هرش صادق ایوبی، ادامه میدیم. برمیگردونن دسیفر عجله بخاطر آن فرد با نفوذ حمید نوری پدرخوانده خانم سابق هرش صادق ایوبی بود. هرش بارها به تهران بعد به خاطر اینکه بفهمیدین واقعا کرده، آقای ژیارگل داره بهش میگه دسیفر اچی. اول دفعه طرف داره فارسی صحبت میکنه، بعد این تیکه‌ای رو که برمیگردونن به خاطر که تو زوم بکنی بفهمی این خیلی داره راست میگه دسیفر اچی، یعنی خیلی دستش نفوذ داره، یعنی اینکه خیلی نفوذ داره. دسیفر اچی مصطلحه، یعنی اینکه خیلی نفوذ داره. اونم میگه آره خیلی نفوذ داره. خب بعد ژیارگل با لهجه غلیظ کردی رو باید بفرستن این گزارش رو تهیه کنه. سفر کرد و با خانواده حمید نوری دیدار کرد. اومدن توی یه رستورانی تو تهران. از رستوران که داشت میرفت بیرون دیدم اسلحه‌اش افتاده بیرون، چاک کته افتاده زیر. و این ملاقات کی بود؟ بعد از این که تو با دخترش دیت کردی، بعد برگشتی سوئد، بعد دوباره رفتی ایران، حالا تو رستوران قرار گذاشتی با پدر و مادر دختره. از کی تا حالا خواستگاری رو اینطوری انجام میدن؟ من نمیدونم. شاید تو اون تهران و سران جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، تو رستوران خواستگاری میکنن، تو رستوران تو رو میبینن، بعد تو رفتی تو رستوران پدر و مادر این دیدی، بعد این پا شد از لای کتش اسلحه‌اش دیدی. خب که چه؟ هر کسی میتونه با خودش اسلحه‌ای حمل بکنه، سلاحی داشته باشه به واسطه کاری که داره. میتونه پلیس آگاهی باشه، میتونه یک کار به دست مهم باشه، اسلحه داره دیگه، با خودش حمل میکنه. همه جا بایستی این اسلحه رو داشته باشه. این چه شکی در تو ایجاد کرده؟ اسلحه چیز خطرناکیه، ما اسلحه ندیدیم. عجیبه. عدالله، ببین ساختگی سناریو رو بررسی کنید. من معما شد چه لزومی داره سر یه ملاقات خانوادگی با اسلحه بره؟ آریان خدا بکشه تو رو، چه کردی؟ در سال 2000 وای آریان خدا بکشه تو رو، چه کردی؟ خیلی آدم لطیفیه بابا، این خیلی روح لطیفی داره آقای حمید نوری. میگه این خیلی معمای بزرگی بود در یک جلسه خانوادگی. طرف چرا با خودش باید اسلحه هم کنه؟ طرف شغلش اینه، طرف کارش اینه. این کدام معمای بزرگه؟ این بود تو فهمیدی این آدم خطرناکیه که اسلحه داره. هر که اسلحه داره خطرناکه. من این قضاوت رو میذارم به عهده خودتون. ببین داره یه ابعاد، یه تاریخ سازی داره میکنه این آقای هرشا. تاریخش خیلی فیکه، خیلی ادله های سستی داره ارائه میده. سناریو خیلی بچگانه و ساده است. ببینید اینجا توصیه میکنن به کسانی که تازه پناهنده هستن، از اونجایی که میدونن اکثریت این کیس های پناهندگی دروغه، بهشون میگن کوتاه صحبت کن. چرا؟ چون تو اصل رو بر این میگیرم تو داری دروغ میگی و وقتی زیاد صحبت بکنی به تناقض میفتی. خب سناریویی که برای این آقای بچه زرنگ هرش صادق ایوبی ساختن بسیار ساده است. چیز ساده هم آدم ها باور میکنن دیگه. آره خیلی چیز بدیه طرف در یه قرار ملاقات خانوادگی در رستوران، نه تو خونشون. حتما باید رستوران باشه. من نمیفهمم.
خب میخواستید فامیلی بکنی، چرا رستوران؟ تو دعوتشون کردی یا اونا دعوتت کردن؟ یعنی اینا نمیتونستن تو خونشون از تو پذیرایی بکنن؟ یعنی اینا خونشون مخفی بود، اونا تو رو دعوت کردن رستوران ببیننت تا بدونن تو کی هستی؟ بعد مهری مثل حمید نوری، حاج حمید نوری، این توان رو نداشت از برادران اطلاعاتی آمار تو رو بگیره، خانوادت رو بگیره، ببینه تو کی هستی؟ یه کرد سنی سنندجی، آی صادق ایوبی. شما داری با کی صحبت میکنی؟ با مردمان کره مریخ یا با ماهایی که حاکمیت دولت ایرانی را میشناسیم؟ برای چی قرار رو در رستوران گذاشتن؟ که تو بیای بگی این بعد پا شد الان کتش من اسلحه‌اش دیدم، خیلی معمای بزرگی بود. این بستر داستانسازی رو گوش کنید تا اینی که بی بی سی الان داره شانتاژ میکنه، این رو داره پخش میکنه، دادگاه سوئد داره جنایت بر علیه بشریت رو دادرسی میکنه. ببینیم دادرسی چه شکلیه. حالا ادامه میدیم. خب صدای نوری پدرخوانده خانم سابق هرش صادق ایوبی بود. هرش بارها به تهران سفر کرد و با خانواده حمید نوری دیدار کرد. اومدن توی یه رستورانی تو تهران. از رستوران که داشت میرفت بیرون دیدم اسلحه‌اش افتاده بیرون، چاک کته افتاده زیر و این برای من معما شد. چه لزومی داره سر یه ملاقات خانوادگی با اسلحه بره؟ آریان خدا بکشه تو رو، چه کردی؟ در سال 2018 میلادی دخترخوانده حمید نوری و هرش از هم جدا می شوند. سناریو رو جمعش کرد، حالا بی بی سی جمعش کرد. در سال 2018 اینا از هم جدا شدن. برای چی جدا شدن؟ تو داره این مسائل خانوادگی رو داری میگی. دعوا کردن، سر ارث میراث دعوا کردن، سر دارایی دعوا کردن، دختره خیانت کرد، پسره خیانت کرد، با هم نمی ساختن. چه بود این جدایی؟ چون الان این طلاق خیلی مهمه، چون این طلاق الان میشه تنها بهانه‌ای که حمید نوری کینه به دل میگیره در مورد آقای کی؟ آقای هرش صادق ایوبی و احیانا برای ایشون پرونده سازی میخواد بکنه و این داستان گرفتار شدن آقای حمید نوری کینه‌ایه که این آقای ایوب داره از این آقا. متوجه شدید داستان چیه؟ به همین خاطر این سناریوی طلاق خیلی مهمه. دختر خوندهشون طلاق گرفتن. حالا ادامه میدیم. آقای ژیارگل جمع کرد داستان رو، کلن جمع کرد. یکی از آشنایان هرش در دستگاه قضایی ایران درباره حمید نوری به او اطلاعاتی میدهد. حالا هرش از 2012 تا 2018 با این دختر زیبا حتما و بسیار مطلوب حتما زندگی کرده. اصلا تحقیق نکردیم باباش چی کار است، اصلا نفهمیده باباش چی کار است. تازه طلاق که میده میره سراغ یکی از آشناهاش در دستگاه قضایی، مثلا قاضی القضات شهر سنندج. حالا حتما آشناشونه دیگه. من نرفتم سراغ این شکوای نویسای در دادگستری، من نمیدونم این کیه، ولی من تعیین در میارم این کیه. حالا آشناه بعد طلاق بهش میگی آدم خطرناکیه. شما شانس آوردی هرش جان، دهن اژدها بودی، خوب بود نخوردنت، از اسمت ترسیدن، بهت گفتن آریان سوسول بشی، هرش گاز میگیره، کوچیکت کردن. آره و بعد تو بعد طلاق اینا رو فهمیدی. خیلی آدم خوبی هستی آقا هرش. حالا ادامه میدیم. خب سناریویی که شماها چیدید این احساس رو با آدم میده. آدم سوال میکنه. تو میخواستی تحقیق کنی چطوری تو رفتی با کسی زندگی میکنی، قرار همسرت بشه، خانواده تشکیل بدی، مادر بچه هات باشه،
اون آقا پدر بزرگ خوانده بچه هات باشن، بچه های تو خونه اینها آمد و رفت میکنن. حداقل از ابتدای زندگی این فکرها رو داشتی دیگه، حتما این تحقیقات رو کردی دیگه، نکردی؟ یا از حول حلیم افتادی تو دیگ؟ حالا ادامه میدیم. دیگه جرأت رفتن به ایران نمی کنن. حالا این شخص از داخل دادگستری ایران با تو حرف زده، کسی بودی که رابطه تو بوده؟ بله. من این تاریخ این مسیج رو میبینم دقیقا 6 ماه قبلش بوده. این میتونی اینو پخش کنی؟ حالا این شخص از داخل دادگستری با حرف میزده، اونم میگه بله. یعنی نمیشه رو کوه آبی در بوده باشه؟ حالا احیانا تو اتاق خواب خونش نشسته باشه؟ حتما باید از داخل دادگستری باشه تا خبر خیلی موثق باشه. یعنی نمیتونه کارمند دادگستری باشه در بین رفت و آمد جاده بین سنندج و مثلا کرمانشاه ایشون تلفن زده باشه این حرفا رو زده باشه. نه، این حتما اون لحظه در داخل دادگستری بوده. اینو ژیارگل داره میگونه، میگه بله. خب این کی بوده؟ این 6 ماه پیش قبل از دستگیری حمید نوری بوده. 6 ماه پیش. ببینید ما سال 2021 آقای حمید نوری رو 2020 گرفتن. این آقای 1 سال با آقای حمید نوری در ارتباط هم هست بعد از طلاقی که ادعا میکنه. معلوم نیست در کجای سال 2018 چه ماهی، نمیگه، چون این طلاق ربط داره به این پرونده، نمیگه. حالا ما بررسی میکنیم داستان رو. صداش بشنویم. نه صدا نباید پایین. صدای این شخص که 6 ماه پیش از دستگیری حمید نوری برای هرش فرستاده شده را با صد صداشو باید بشنویم تا مطمئن بشیم واقعا تو از طریق این یارو دادگستری فهمیدی. اونم میگه نه نکنید و از این کارا نکنید و میگه نه صدا رو تغییر میدیم. میخواید ما با همون نرم افزاری که شما تغییر دادی صدا رو برگردونیم سر جاش؟ حالا صدا رو تغییر دادن. توجه بکنید از گزارشی که این آشناه داره میده، نوشته داره براش میخونه. ببین ما اینطوری صحبت نمی کنیم. ما وقتی میخوایم صدامون رو ضبط بکنیم که میدونیم یه جایی نمایش داده میشه، یه جورایی دیگه صحبت میکنیم. الان من دارم با شما صحبت میکنم، سعی میکنم در حد یک گفتگوی صمیمانه باشه که این صمیمیت رو ایجاد بکنه شماها گوش بدید. اگر من بخوام رسمی صحبت بکنم هم تون صدام عوض میشه، هم نوع جمله بندیم عوض میشه. 2 تا رفیق، 2 تا آشنا دارن با هم صحبت میکنن، 2 تا جون و عزیز و گلم و ببینی یارو خیلی خره، خیلی دم کلفته، خیلی خطره، اینطوری صحبت میکنن. حالا توجه کنید طرف داره گزارش میده به مقام بالا دست خودش. این ببینید شما باید اینو بدونید، هر خانواده یک کد داره، یک زبان مخصوص به خود داره. هر دوست و قوم و آشنایی با همدیگه یک زبان مخصوص به خود دارند. این زبان مخصوص نیست، این زبان رسمیه. زبان رسمیه که قرار پخش بشه. شما تمام اینها رو بایستی بدونی تا بتونی کارشناسی بکنی یک داستان رو. خب حالا ما گوش میدیم حرفای این آقا رو. بازی میکنیم. این عکسی که فرستادی حمید نوری معروف به حمید عباسی، سابق کاری ایشون در دادگاه انقلاب بوده، وزارت اطلاعات بوده، سازمان زندان ها بوده و زندان اوی. 6 ماه قبلش تو این شخصی که داشتی گفت آقا مواظب باش این حمید نوریه، این خیلی ارتباطات قوی داره تو ایران، مواظب باش برای تو پرونده سازی کرده برنگرده ایران. آخه این آشناشون تو دادگستری داره میگه مواظب باش این حمید نوریه، در سازمان زندان ها بوده، در اطلاعات بوده، خیلی آدم دون کلفتیه، برات پرونده سازی کرده برنگردی ایران. این چه کاره بود؟ تو دادگستری بود یا تو دستگاه امنیت بود؟ این تو دادگستری تهران بود یا در دادگستری سنندج بود؟ پرونده رو در دادگستری سنندج برای تو ساختن یا در دادگستری تهران؟ پرونده تو امنیتیه یا قضاییه؟ مگر ما مشکل امنیتی داریم که به دستگاه قضا بره؟
یعنی این چرا این کارو بکنه، این پرونده رو برای تو بسازه؟ این آقا مگه نفوذ نداره در جمهوری اسلامی؟ مگه دستن در کار نداره؟ خیلی خطرناکه. همین خیلی خطرناک به راحتی میتونست دولت ایرانی میتونه روح الله زم و با باباش و شیرین جون و 10 نفر دیگه از فرانسه بکشه ببره عراق. تو رو نمیتونست بکشه ببره تهران؟ تویی که با 6 سال با دختر جون آقای حمید نوری بودی نفهمیدی کیه؟ حالا بعد از این که طلاقش دادی فهمیدی کیه؟ چه اتفاقی با دختر گازت گرفت، تهدیدت کرد، گاه حالا بهت میگم بابام چی کار است، حالت میگیرم. از این حرفا زد آقای هرش صادق ایوبی. آره تو باید بیای با اون ژیار گلت اینا رو پاسخ بدی. شکار کننده بزرگترین جانی تاریخ ایران، آقای قهرمان زورو. خب خیلی خطرناکه. پرونده برات ساخته، میتونست بده وزارت اطلاعات بگیرتت. اونجا پرونده ها رو برات میساخت. خیلی قشنگ. کانون اختلاف شما سر چیه؟ نه ببین، این حمید نوری اینقدر ملوسه، عاشق توه، حرف قشنگ برات میزنه، ویدیو کلیپ میفرسته، حتما باید ببینی تصویرشو. جونم اینجا قیطریه است، خیلی خوشگله، آفتاب قشنگی داره، عزیزم الهی قربونت برم، عاشقتم آریان جان، خدا تو رو نکشه آریان. این فیلم رو برای چی برای تو میفرسته؟ مرد 60 ساله به این سبکی و لقی، به این سبکسری، خود تو رو نکشی. این چه کاره است؟ این اوا خواهره؟ این کیه این آقای حمید نوری؟ چطوری یک مرد اینطوری با هم حرف میزنن؟ چطوری یک پدر زن با دامادش اینطوری صحبت میکنه؟ خود تو رو نکشه. یه تهرانی بیاد بگه من ببینم این تهرانی ها اینطوری با دوماداشون صحبت میکنن، خود تو رو نکشه. چرا از این فیلم ها ساختی فرستادی؟ اینا ساختگیه. طرف داره رانندگی میکنه، چه ضرورتی داره طرف رانندگی بکنه فیلم بگیره بفرسته؟ چرا ویدیو کال نمیکنه؟ بین میگن مدارک و شواهد. مدارک و شواهد خیلی قشنگ. همزمان هم به من زنگ میزد. این فریادهای دوست دارم آریان، عاشقتم آریان، این آقای حمید نوری گیه؟ آقای ایوبه، آقای هرش صادق ایوبی، شماها گی هستید؟ هیچ ایرادی نداره ها. برای چی اینطوری داد میزنه میگه عاشقتم دوست دارم؟ کدام پدر زن اینطوری با دومادش صحبت میکنه؟ برای چی تو رو اینقدر عاشقته؟ آقا این رفتارها معمولیه در جامعه. یا میخواید بگید این داره نمایش میده خیلی شور کرده، ایوبه اینطوری ترسیده، این چرا از این رفتارهای سبک میکنه؟ این میخواد منو گول به مال سرم بکشه ایران. با روح الزم هم همین کارو کردن. اینطوری یکی بهش زنگ میزن میگه عاشقتم روح الله بیا. با لحن خوب عاشقتم، دوست دارم، فدات بشم، بمیرم برات، چرا نمیای تهران مهمون من باش، در خدمتت باشم. اینم آفتاب به این خوشگلی، نگاه کن آفتابو چقدر خوشگله آریان. جاد خالی تو بیای تهران با هم اینجا قدم بزنیم. انگار دختر 14 ساله داره با معشوق آفتاب ندیدش حرف میزنه. با چه آفتاب خوشگلیه. آریان جان بیا تهران با هم قدم بزنیم همینجا که آفتابش خوشگله. یه جای دیگه آفتابش خوشگل نیست، اینجا آفتابش خوشگله.
این کارکردهای این کلیپ ها رو که BBC داره به شعور من و شماها توهین میکنه رو من بهتون میگم ها، داره توهین میکنه به تمام آحاد مردمان این سرزمین، داره بهمون توهین میکنه. درباره گذشته حمید نوری بیشتر کنجکاو میشوند. نشستم توی گوگل زدم حمید نوری هیچی نمیومد. الان آها، این نه به خاطر اینکه دخترش طلاق داده، این از این رفتار جنسی آقای حمید نوری مشکوک شده. حتما میخواد اینو بگه دیگه، چون متقابل این عاشقت هم دوست دارم آفتاب خوشگله بیا اینجا با هم زیر این آفتاب همینجا قدم بزنیم، این مشکوک میشه. میخواد بدون حالا این حمید نوری کیه. توجه بکنید. بزنی شاید 1000 تا آرتیکل بیاد جلو. اون موقع نمیومد. اون موقع هیچی نمیومد. 3 یا 4 تا آرتیکل اومد جلو که زده بود قتل عام و اینا، یه دونه‌شو خوندم که آقای مصداقی نوشته بود. خب من ایرج مصداقی ایشون هم خب نمیشناختم من. اینکه قتل عامی صورت گرفته روح من خبر نداشت، همینطور که اینی که قتل عامی صورت گرفته روح من خبر نداشت. تو چی کاره بودی؟ چطوری تو نمیدونستی که ما ماجرای کشتار تابستان 67 رو داریم؟ تو این سوئد یکی بهت نگفت؟ یه بار یه رسانه ندیدی؟ رادیو سوئد نگرفتی؟ تو تاکسی ننشستی؟ سر صف نونوایی نبودی؟ آخه تو داری یه حرفای عجیب و غریبی میزنی که در مخیله هیچ انسانی نمی گنجه. میگه من نمیدونستم، رفتم گشتم ایرج مصداقی رو دیدم. حالا چطور ایرج مصداقی رو پیدا کرد؟ در اینترنت. میگردیم دنبال داستان. حالا ایرج مصداقی رو میبینه تو اینترنت، باش قرار میذاره. یعنی هر کسی الان لایوهای منو ببینه بیاد با من قرار بذاره، من سر قرار میرم. نمیتونم. آزمایش کنید. که شما میدونید مثلا سیاسی نیستم. سیاسی نیستی، آدم که هستی. سیاسی نیستی، آدم گنده بودی که چاک دهان داشتی بخوری تو اون سرزمین. بایستی میفهمیدی تو اون سرزمین چه خبره. چطور میدونستی که بایستی بسیجی بشی و کارت بسیج بگیری و در دستگاه های حاکمیت چی بگی و چی نگی، و چطوری تونستی با دختر حمید نوری ازش دلربایی بکنی و دختر حمید نوری رو بقاپی هرش کرد سنندجی. تو نمیدونستی ماجرای 67 چون سیاسی نیستی. هر کی سیاسی میدونه. تو ماجرای مادران خاوران رو نشنیدی. واقعا چه کاری بود تو در اون جامعه؟ هیچ چیزی این مردم ندانند. پروپاگانداهای تلویزیون های خارجی رو میدونن. شب و روز پای این سموم تلویزیون های خارجی نشستن و رسانه های داخلی. تو چطور اینا رو نمیدونی؟ من سیاسی نبودم، هر کی میدونه سیاسیه. این توهین به شعور ما، خیلی توهین بزرگیه. بعضی بچه‌ها 7 سال از پایان حکمشون میگذشت. میدونید هر سری اعدامی که میکردن جشن میگرفتن. هرش با ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق زندان گوهردشت تماس میگیرد و با هم دیدار میکنند. همدیگه رو رفتیم دیدیم، یه چای خوردیم. اسمم نبردم تا اون لحظه. عکس رو از رو گوشیم نشونشون دادم. شما این شخص رو میشناسید؟ گفت بله. خیلی خوب میشناسم. اسمش حمیده. حالا به خاطر اینکه ایرج مصداقی رو برای شما مطلوب بکنن، یه تیکه از حرفای ایرج مصداقی رو بریدن که اینا هر باری که اعدام میکردن جشنم میگرفتن. کجا بودی؟ تا کجا میدونی اینا جشن میگرفتن؟ وسط بند شما میگرفتن، شیرینی میآوردند و میرقصیدند و میخواندن. این مسلمون های پاسدار چطوری جشن میگرفتن؟ شامپاین باز میکردن، دست میزدن، میرقصیدن، پارتی شبانه میگرفتن. جشن این بچه حزب اللهی چه شکلیه؟ نوحه خونی میکردن، سینه میزدن، جوکای بیمزه تعریف میکردن.
چطوری جشن میگرفتن؟ ایرج مصداقی تو میدونستی اینا جشن میگیرن هر مرد؟ ببینید وقتی کسی میخواد گول سرمون بماله یه حقیقتی رو میگیره، یک دنیا مهملات درش وارد میکنه. در دادگاه های بریتانیا و آمریکا شما رو قسم میدن، میگن که تمام حقیقت رو بگو. The whole truth. Truth. The whole truth, nothing about the truth. تمام حقیقت، تمام حقیقت، هیچ چیز دیگری به جز حقیقت. یعنی تو بیای از یک ماجرای واقعی تابستان 67 بیای یک گوشه هایی از واقعیت رو بگی، یک دنیا مهملات و دروغ و چرت و پرت توش بریزی برای نیتی که میخوای. حالا تو رو چاق کردن، فربت کردن، چاقت کردن، فربت کردن که به اینجا برسی ایرج مصداقی. درسته؟ تو نگفتی از 70 تا 73 تو یکی از جان سالم به در بردی، توی توابی که در زندان بودی چه اتفاقی افتاد که فراری شدی؟ مستقیما هم سوئد. حالا به خاطر اینکه تو باور بکنی این مصداقی آدم خوبیه، اون تیکه رو برات نه. اینا هی اعدام میکردن، هی جشن میگرفتن. ما هم ناراحت میشیم از اعدام، هم از جشن پاسدارها خیلی ناراحت تر میشیم. این خوشمون میاد از این مصداقی، داره راست میگه. اینا جشن میگرفتن. برای چی باید جشن بگیره؟ چه جشنی داره این کشتار؟ یه پاسدار بوده رفته طرف مقابلش رو کشته، این دیگه جشن گرفتن داره مگه؟ این احسن تو باریکلا گفتن به خود داره مگه دیگه؟ طرف زندانی بوده، دم دستت بوده، تو رفتی اینو کشتی. جبهه جنگ مگه؟ فتح المبین مگه کردی؟ فتح خیبر مگه کرد؟ من چی باید جشن بگیره؟ آخه بابا شماها اینقدر سناریوهاتون ساختگی و نمایشی و فیلم هندیه، سطح شعور مخاطبتون رو خیلی دست کم میگیرید. تا حالا کسی باتون برخورد نکرده. ایرج مصداقی، من پرم به پر تو نخورده. من کتابای تو رو نخوندم، من این تاریخ رو نزیستم، ولی به زرس قاطع بعد از این فیلم من اگه سراغ کتابای تو برم یک دنیا مهملات و دروغ از کتابای تو در میارم. نه اینکه تو دروغ گفتی در مورد ابعاد جنایت، نه، تو داری جنایت رو تقلیلش میدی، نمایشیش میکنی که این از ارزش بیفته و این کار رو میکنی. ثمره این دادگاه همین میشه. حالا بهت میگم، ادامه میدیم تا ته. عباسیه. اسم اصلیش هم حمید نوریه. حمید نوری در بازجویی‌های خود با دادستانی سوئد هرش را متهم می‌کند که او را با نقشه به سوئد کشانده است. مدارک و بلیط هواپیما رو هرش برای من گرفت. گفت چند روز میبرم اسپانیا، اونجا برام هتل رزرو کرد. یک سره به من التماس و خواهش میاد که زودتر بیام. یک جنایتکار بر علیه بر علیه بشریت، حمید نوری، با وعده قرقمیش تو سوئد و دختر و تفریح سواحل اسپانیا به سوئد کشیده میشه. یعنی شما در جمهوری اسلامی کمبود زن صیغه‌ای دارید، کمبود سکس دارید. کسی که در مراتب توه حاج حمید نوری دامد زله. یعنی تو صیغه‌ای تو دست و بالت نیست، امکانات مالی نداری با تنفروش‌های تهرانی بگردی، شیرازی، اصفهانی، هر جایی، مشهدی. زائرین عراقی میان میرن مشهد، زیباترین دختران مکش مرگمای مشهدی رو باشون سان فرانسیسکو هم میرن و با یه مبلغ بسیار کمی $100 $50. تو کمبود داشتی از اونجا پاشی بیای اینجا دومادت برات دختر بیاره، وعده داخل کشتی و مشروب خوردن و تو نمیتونستی تو خونه خودت بشینی مشروب بخوری، تریاک بکشی. نبود امکانش. بایستی میومدی این نقطه ضعفا رو میدادی دست دومادت. کدام آدم مغز خرخورده‌ای در موقعیت تو با یک دوماد کرد سنندجی سنی که دخترش طلاق داده با وعده دختر سوئد و پارتی های سوئد و سواحل اسپانیا گول سرش میمالن و میاد دم دست مسلخ خودش و در حضور سلاخ قرار میگیره. آره اینطوریه.
عجب. برادران اطلاعاتی بهت نهیب ندادن؟ وقتی میخواستی خارج بشی از کشور بهت نگفتن حمید جان کجا؟ نرو، خطرناکه، میگیرنت حمید جان، نرو. بهت نگفتن؟ این دستگاه اطلاعاتی شما چی کاره است؟ همه رو برا ما کردن پرستو، دیوار موش داره و موشم گوش داره و اطلاعات همه جا هست. و چطوری کسی به تو هیچ نهیبی نداد؟ چطوری تو مشکوک نشدی به رفتارهای تو؟ برای این دام چیدی، داری میگی عزیز خوشگلم قربونت برم بیا. این مشکوک میشه از این رفتارهای گیم آبانه شما، اوا خواهری شما. بعد تو چطور مشکوک نشدی این برای تو دام گذاشته؟ بدل خوردی. پیدا کنید پرتقال فروش را. این چیزا اگه در مخیله شما میره بهتون تبریک میگم، ولی اگر نه پس یک کمی شک چیز خوبیه. مصداقی باز با من تماس گرفت، اگرش گفت با این فرد نجنگ، خودتو بدبخت نشون بده که آره دعوا تمام شده. مصداقی مخ جریان، الان مهندسیش کار مصداقی بود. گو با این فرد نجنگ، بدبختت میکنه. تو ابزار جنگ چی بود دیگه؟ فوش میدادی؟ بابات خیلی زور داشت، تهدید میکردی؟ چطوری میجنگیدی با این حمید خان نوری؟ تو چطوری میجنگیدی کوچولو؟ همونطوری که داره بهت میگه حمید جون عزیزم، آریان جون عزیزم، آفتاب اینجا خیلی خوشگله، بیا اینجا، عاشقتم آریان. داشتی میجنگیدی اون موقع. گفت خودتو مظلوم نشون بده. ببین ایرج اومد گفت اوه چه شکاری زدیم، بیا من و تو با دو گوله هامون اینجا بشینیم اینو تورش کنیم. تو خودت احمق کن از این به بعد، عاشق نشون بده، بگو آره من گی بودم از روز اول، دوست داشتم، حقیقتش من به خاطر تو با دخترت ازدواج کردم. آره درسته؟ سناریو اینطوری بود؟ به تمام عاشقه با خودتونه؟ خب بگید داستان رو بگید ما بفهمیم قشنگ. الان این داستان باگ بسیار داره، ما نمیتونیم باور کنیم این داستان رو. تو ایرج مصداقی و حمید جان نوری و خب حالا پاشو بیا کمک کن این مسئله من حل بشم. همزمانم یه کشتی میریم، 4 تا دخترم میبینیم، 6 تا پک هم مشروب میخوریم. بلیط هم بگیر همون 10-15 روز دیگه. بهش بگو بیا مشکلمون حل کن. آها، بیا مشکلشو با دخترش حل کنه. بعد کسی که میاد مشکل رو حل میکنه با دخترش، با تو هم تو کشتی میاد، 4 تا دخترم میبینه، 2 تا پیک هم مشروب میخوره. واقعا تو خانواده های شما این شکلیه؟ تو خانواده کدوم یک از مردمان این سرزمین ما این شکلیه؟ پدرخوانده دختری که الان قرار این دختره حرف شنویی داشته باشه و مشکلات بین شماها را حل بکنه، بعد با تو میاد نقطه ضعف دست تو میده به وعده دختر و مشروب و کشتی و اینا، میاد اروپا. واقعا دخترش بهش نمیگه بابا اینا گول سرت میمانن، نیا بابا تو خطرناکی، نیا؟ دختره بهش نمیگه؟ حالا دیدید تو سناریو داره فربه میشه، دروغ‌ها تلمبار میشه رو هم. سناریوی ساختگی که برادر BBC داره با زحمت آرتیست اول آقای ژیار گل پخش میکنه. فیلم به این سبک مقداری 3 روزه 4 روزه 5 روزه، چون من تهران کار دارم زیاد نمیتونم. دوست دارم. پول بلیط مهمون منو، اومدی کشتی میریم مهمون منو، اینجور چیزا. بله. بعد این حاجی آقا حمید نوری حتما باید تماس ویدئویی برقرار نکنه، حتما نباید تلفن بزنه. ببین ماها داریم زندگی عادیمونو میکنیم، پدر مادرامون بهمون زنگ میزنن، دوستامون بهمون زنگ میزنن، سر کاریم، جوابشون رو میدیم یا رد تماس میزنیم، بعد تماس تصویری میگیریم. ما هیچ کدومون نمیگیم قدم بزنیم هی تون فایل تصویری بفرستیم که حتما مشخص بشه ماییم داریم از این حرفا میزنیم. ما در خواب باشیم،
حالمون خوب نباشه، لباس تنمون نباشه، عزیزمون یک چیزی از ما بخواد، فایلم بفرستیم، فایل صوتی میفرستیم. چرا تو تمام فایل ها تصویریه که ربط به این داستان داره؟ از معاشقه کردن ها تا بلیتات. ببین من وقت ندارم، 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز میام و برمیگردم. چه دلیلی داره تو اینها رو میسازی میفرستی حمید نوری؟ خیلی قشنگه، دامو چیدیم گرفتیمش، شکار فربه. من شکارچی بودم آقای. شکار اینطوری شکار نمی کنن آقای هیرش خان صادق ایوبی، آیه ایرج مصداقی بچه زرنگ معمار پروژه بزرگ. اسمشو گذاشتید چی؟ تار عنکبوت؟ چی؟ حالا شما من این وزارت اطلاعات چیز کنید، پروژه بسازید در پروژه الماس سیاه. این الماس سیاه است چی؟ این پروژه‌ای که شما را انداختید. طرف هی داره فایل میده، هی داره مستمسک های آبکی دست ما میده، ما این سناریو رو باور کنیم. ریانن بیت رهبری اینو نفرستاده ها، نه این مجبور نشده بیاد اینجا سوئد اینو نمایشی بگیره، نه. از مصداقی داد، من ندادم و اصلا این پرونده به منم ربطی نداره. من همینجوری نمیشناختم. صبح آقای ایرج مصداقی من تلفن کرد روز 17 اکتبر، گفت همچین آدمی داره میاد. گفتم این کیه؟ گفت این کارا رو کرده. گفتم شما 3 تا شاهد بیار، ما دستگیرش میکنیم. پرونده دادستانها علیه حمید نوری نشان میدهد که وکیل بریتانیایی کاوه موسوی. آره آقای کاوه موسوی، این 3 تا شاهد بیاره، شما میتونید اینو دستگیر کنید. پرونده چیه؟ قضاییه، دیوان عالی لاحس. اصلا ماجرای تابستان 67 به عنوان کشتار جنایت بر علیه بشریت شناخته شده. تا حالا تو به دنبال بانیانش بگردی که این جرم قضایی باشه؟ یعنی الان واقعه تابستان 67 در کدام مجمع بین المللی، در کدام دادگاه صالحه که قدرت اجرایی داشته باشه به عنوان جنایت بر علیه بشریت شناخته شده تا تو بتونی با انگ و برچسب جنایت بر علیه بشریت با حضور 3 شاهدی که رو دستگیر کنی؟ آره اینطوریه. من اینجا 100 نفر رو میشناسم جنایت بر علیه بشریت کردن و به دولت بریتانیا هم گفتیم هیچ کاری نکردن. اصلا قضیه رو نمیدونه دولت بریتانیا، مشخصا ماجرای هیواتاب نمیدونه. خب این وکیل دروغگو هم وارد داستان شد. اگر کسی میدونه در جایی از این دادگاه‌های بین المللی کشتار 67 به عنوان جنایت بر علیه بشریت رسما پذیرفته شده، به ما خبر بده. تا اون وقت شما بتونید با حضور 3 شاکی بگید در این جنایتی که شما به جنایت شناختی بر علیه بشریت یکی از عاملانش اینه. 3 تا شاهد برن بگن اینه، راست میگه اینه، بگیرین اینو. درسته؟ حداقل عقل ما اینو میگه. موسوی فعال حقوق بشری در 4 نوامبر 2019 5 روز پیش از دستگیری حمید نوری در یک درخواست اضطراری شکایتی به پلیس سوئد می‌دهد. مشارکت در جنایت جنگی، مشارکت در امر شکنجه که جنایت بین‌المللی است، مشارکت در قتل و کاوه موسوی 4 روز قبل از اینکه حمید موسوی بیاد یکی عجله تون سریع خودشو میرسونه به یک مرکز پلیس. من نمیدونم این اسمش چی بذارم، میگی چی. میره اونجا میگه که ببین این یکی داره میاد جنایت کرده بر علیه بشریت. با کی؟ با پلیس سوئد. این خیلی خنده داره ها. شما همین الان پاشو برو پلیس لندن، هر شعبه‌ای دلت میخواد بگو فلان کس جنایت کرده بر علیه بشریت. اگر این قضیه رو تا 3 سال دیگه تعقیب کردن و به تو برای تو کاری انجام دادن، ما این آخذ رو تعطیل میکنیم.
این طرح فوریت به چه صورتی بود 4 روزه تو از یک مرکز پلیس رسیدی به یک حکم بزرگ دادگاه؟ چطوری رسیدی در این بوروکراسی کشورهای اروپایی؟ به چه صورت؟ پارتی داشتی؟ پول دادی؟ کی پشت این جریان بود؟ ندادن جنازه که خود جرم مستمر است که طبیعتا نمیتواند مشمول مرور زمان باشد چون جرم ادامه دارد. پس ندادن جنازه جرم مشتمل زمانم نمیشه. الان جرم حمید نوری اینه که جنازه پس نداده. آره؟ وکیل کاوه موسوی به همراه یک وکیل سوئدی با ارسال ده‌ها سند و شهادت شاهدان علیه حمید نوری او را متهم به نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت می‌کنند. آنها خواهان دستگیری حمید نوری. اونا چطور میتونن حمید نوری رو محکوم به جنایت بر علیه بشریت بکنن در صورتی که واقعی تابستان 67 به جنایت بر علیه بشریت در هیچ جای این جهان شناخته نشده؟ چطوری میتونی تو این انگو بهش بزنی؟ چطوری اینها این کارو میکنن؟ این چه کاره بوده؟ در دستگاه قضایی دولت مشروع ایرانی بوده. مثل اینکه شما بدی قاضی مملکت بگیری طبق قوانین مملکت جرم قضایی انجام شده و ایشون مجرمین رو سزا داده. خب این کجا شامل جرم میشه؟ شما الان دولت ایرانی را محاکمه میکنید، دستگاه قضاییش رو محاکمه میکنید یا یک نفری را به نام حمید نوری. شما میخواید بگید که اینجا داستان آدولف هایشمنه، اومد گفت که من قانون رو اجرا کردم، گفتن نه مسئولیت اخلاقی تو کجا بود؟ اونا رژیم آلمان نازی رو زمین زده بودن، باش در جنگ بودن، اعلام براءت از آلمان نازی کرده بودن، آلمان نازی را به عنوان دشمن خود تعریف کرده بودن، متفقین تانکاشون رو به جبهه‌های جنگ برده بودن، سربازانشون زیر چکمه‌های نازی‌ها کشته می‌شدند. بعد این رژیم رو ساقط کردن، بعد سران این رژیم رو گرفتن و محاکمه کردن و بعد آیشمن رو گرفتن. حالا شما جمهوری اسلامی رو در هم کوبیدی نابود کردی تا ما بریم شکار کنیم عاملان و آمران جمهوری اسلامی رو. اینطوریه. الان جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی حضور نداره، رژیم مشروع دولت ایرانی نیست. وزرای کابینه سوئدتان در حضور آقای رئیسی قرار نگرفتند و روسری سر کردند و شماها اعتراض کردید و ره به جایی نبردید. دولت سوئدتان، این دولت سوئد شما چرا رفت به استقبال آقای رئیسی حالا داره حمید نوری رو میگیره؟ قاضی چی؟ قاضی ارتباط دولت مردان سوئدی رو با دست دادن به آقای رئیسی همکاری در جرم و تایید جرم تلقی نمیکنه، دولت سوئد بگیره محاکمه کنه اعضای هیئت دولت سوئد رو. عجب. این دم کلفتره یا رئیسی؟ به محض ورود به استکهلم میشوند. برای اولین بار یک وکیل بریتانیایی 2 روز پیش از دستگیری حمید نوری با من تماس گرفت و درباره مشمول زمان بودن جرم پرسید. مارک کلامبرگ یکی از حقوقدانان سوئدی است که در امور جنایت جنگی صاحب نظر است. او در دادگاه حمید نوری به عنوان کارشناس شهادت خواهد داد. پلیس و دادستانی سوئد به عنوان کارشناس چی شهادت خواهد داد؟ جنایات جنگیشون کارشناس جنایات جنگی هن. جنگ کی با کی؟ جنگ ایران با عراق؟ جنگ مجاهدین؟ این جنگ داخلیه، یک طرفش هم مجاهدین خلقه. طرح دعوا رو کی داره میکنه؟ یعنی اینا اسیرای جنگی بودن. الان در کجای دنیا به اینها گفتن اسیران جنگی؟ من اصلا نمیفهمم این شلم شوربایی که شما را انداختی چه شکلیه؟ چطوری این اپوزیسیون بهشون میگن زندانی سیاسی؟ شما در این پرونده به اینها میگید اسیر کشی؟
اسیران جنگی، جنایت جنگی با کی؟ با دول متخاصم؟ جنگ داخلی؟ کی شکایت کرده؟ حالا این جنایت جنگی رو کدام دولت انجام داده؟ دستاندرکاران این دولت رو قرار بیارید اینجا همه محاکمه کنید. خب ادامه میدیم این شلم شوربایی که اینا دارن میگن. تردید داشتم. 2 روز قبل از دستگیری حمید نوری در یک صفحه برای آنها شرح دادم که جرایم جنایت جنگی، نسل کشی و قتل که در سال 67 رخ داده مشمول مرور زمان نمی شود. نسل کشی و قتل بهش میگن نسل کشی؟ مشمول زمان نمی شود. بعد تو چطور اینا رو اثبات کردی؟ چطور به دولت سوئد اثبات کردی که ماجرای تابستان 67 جنایت جنگی است؟ آقای مارک، که دولت و هیئت دولت سوئد در حضور رئیسی حجاب اسلامی رعایت کردن زنان کابینه سوئد و نگفتن تو آقای رئیسی یکی از مهره‌های اصلی جنایت جنگی بودی و جنایت بر علیه بشریت بودی. چطور تو 2 روز قبل از ورود حمید تونستی قانع بکنی دستگاه قضایی سوئد رو؟ چطور نتوانستی دولت سوئد رو قانع بکنید؟ دادستان‌های سوئدی میگویند همه اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را جدی میگیرند. بله، دادستانا جنایت رو جدی میگیرن. جنایت جدی میگیرن یعنی چه؟ این حرفی که شما زدید قضاییه. ایشون به اتهام جنایت بر علیه بشریت داره محاکمه میشه یا به اتهام دیگری؟ چطوری اونام جدی میگیرن؟ یعنی یه جرم دیگه ای داره؟ جرمش اینه جنازه ها رو پس نداده؟ جدی میگیرن، خیالتون راحت باشه. خب که دادستانی سوئد از پرونده آگاه میشه، ما موظفیم به اون رسیدگی کنیم. بر اساس اصل صلاحیت جهانی ما صلاحیت رسیدگی به بسیاری از جرایم در سراسر جهان رو داریم. دادستانی سوئد مستقله. ما بر اساس اتهامات تصمیم میگیریم. 9 نوامبر 2019 حمید نوری با پروازی از تهران به طرف استکهلم در حرکت است. پلیس تحقیق جنایت جنگی سوئد در فرودگاه مستقر. چطور شما بر اساس اتهامات تصمیم میگیرید؟ شما بر اساس دلایل و شواهد تصمیم میگیرید یا بر اساس اتهامات؟ این چه یاوه‌گوییه که یک خانم دستگاه قضایی سوئد این حرفا رو میزنه؟ حرفا سیاسیه، برای پروپاگانداست یا حرفای حرفه‌ای و پروفشناله؟ شما تصمیماتتون رو چطور بر اساس اتهامات انجام میدید؟ آخه اتخاذ میکنید. آخه این خیلی یاوه‌گویی بزرگیه. من نه حقوق دانم، نه حقوق بین الملل خواندم، نه حقوق قضایی خواندم، ولی این مهمل این حرفی که تو داری میزنی. چطور تو بر اساس اتهام تصمیم گیری میکنی؟ خانم دستن در کار دستگاه قضایی سوئد، یا تو بر اساس اسناد و شواهد و قرائن داری تصمیم میگیری؟ اتهام دیگه باید اثبات کنی. تو چطور بر اساس اتهام تصمیم میگیری؟ میشوند. به محض ورود حمید نوری به خاک سوئد او را دستگیر میکنند. اگر آقای موسوی نبود، اگر ایرج مصداقی نبود، یا اگه من نبودم، خب این داستان همه با هم دست به هم بود و یه حالت اتحاد. دادستان‌های سوئدی حمید نوری را متهم کردند که با نام مستعار حمید عباسی به عنوان دادیار در اعدام‌ها نقش مؤثری داشته است.
معتقدم قوانین سوئد و تحقیقات ما از متهمان به جنایت بین المللی این پیام رو میفرسته که سوئد محلی امن برای نقض کنندگان قوانین بین المللی نیست. حمید نوری ابتدا هر گونه ارتباط با زندان گوهردشت را انکار می‌کند و می‌گوید او حمید عباسی نیست. شما بدونید که اگه من کوچکترین خلافی کرده بودم یا جرمی کرده بودم یا میترسیدم موبایل هستی رو با خودم نمی آوردم. اما محتویات تلفن همراه او نشان می‌دهد حمید نوری در پیام‌های خود به اشخاص مختلف بارها خود را حمید عباسی معرفی می‌کند. پیام‌های تلفنی همراه او نشان می‌دهند حمید نوری ارتباط نزدیکی با سران حکومت، مسئولان قضایی و امنیتی داشته است. در پیام حمید نوری محسنی اژه‌ای معاون وقت قوه قضایی را به افطار دعوت می‌کند و می‌گوید فقط بچه‌های قدیمی اوین هستند. در پیام دیگر او با شوخی به شخصی می‌گوید اگر نیاید به رئیسی می‌گوید که او را عوض کنند. منظور او از رئیسی. خب دروغا رو دیدی چقدر شاخدار بود. طرف یه موبایل با خودش داشته که این موبایل درش پیام‌های این آقا بوده که خودشو حمید عباسی مینامیده. بعد یه پیام میده به محسنی اژه‌ای. بخواید بفهمین این طرف خیلی دانه درشته ها. بهش میگه بچهای قدیم اوینن ها. ولی بچهای قدیم اوین کیان؟ یعنی ما میگیم بچهای قدیم اوینن فیلم سینماییه، یا میگیم منم و اصغرم و فرهادم و ایناین بیاین بچه ها هستن، رفقا هم هستن. یا اصلا چرا باید بگی رفقا هستن؟ چه مجلسیه؟ برای افطاری دعوت کرده، برای افطاری میخوام دعوتت کنم، بچه های قدیم اوین هم هستن. به یکی دیگه هم میگه نگه بگم رئیسی اخراجت کنه، یعنی من خیلی آدم دانه درشت مهمیم. این حرفا بخاطر اینکه تو بفهمی حمید نوری خیلی گردن کلفته. یعنی اون جیک تو جیکه با آقای رئیسی، اینی که تو تهران سکس گیرش نمی اومد میخواست بیاد سوئد، دومات سابقش که مشکل داره با دخترش براش سکس تهیه کنه. آره عجب، اینا چه باگای بزرگی دارن این رهبران جمهوری اسلامی. چه آدمای سخیفی هن. البته سخیف هستن ولی تا این مقدار. حتما در این موبایلش همه حمید عباسی هست، پیام‌هاش هم هست، به خاطر که نشون بده آدم مهمی هم از تو جمهوری اسلامی. به محسنی اژه‌ای هم پیام صوتی دعوت افطاری میده، میگه بیا بر بچهای اوین هم هستن، حتما ببین من تو اون زندان بودم، این کاریم، ما شکنجهگرا با هم افطاری داریم. حالا به یکی هم میگه که میگم رئیسی تکونت بده ها. رئیسی خیلی رفیقمه، چیک تو چیکیم، جینکسیم با هم. درسته؟ اینا اگه ساختگی نیست چطور تمام این احتمالات همه جا یک جا جمع میشه که طرف رو مقصر بکنه؟ احیانا خداست، آه و ناله مادران خاورانه. خدا طرف رو خلق کرده، چه دلیلی میخوای بیاری؟ شماهایی که با مدارک و شواهد و عقل و از این چیزا کار میکنید، منفعت شما چیه؟ پیدا کردن آزادیه، عدالته، حقوق بشره. رئیس وقت قوه قضایی است. همکاران عزیزم مخصوصا در دستگاه مقتدر و قوی و قدرتمند قضای ایران باشند. کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ویدیوی حمید نوری که در تهران ضبط شده. با تو به هر غم سنگ صبورم. و این هم خواننده مورد علاقه او مرجان. طنز قضیه اینجاست که مرجان از هواداران سازمان مجاهدین خلق در ایران بود که بازداشت شد. بی توی جادم که سود و کورم.
سناریوی BBC رو شنیدید، سناریوی جهانی بر علیه ما مردم رو شنیدید و گوش دادید. سراپای سناریو ساختگی، نمایشی و فرمایشی است و ته داستان اینه. حالا ما سوال بزرگی که پیش رومون هست که چرا این کارها رو میکنن پس؟ ببینید، جمهوری اسلامی خیلی وقت به این نتیجه رسیده که بخشی از حاکمیت رو حفظ بکنه، بخش عمده حاکمیت رو حفظ بکنه، عده‌ای رو حذف بکنه، اسم جمهوری اسلامی رو عوض بکنه و کل ساختار حاکمیت بماند. و این پروژه جانشینیه. اما با این استخوان لای زخم ماجرای تابستان 67 نمیتونن هیچ کاری بکنن الا اینکه اینو بایستی یک بار برای همیشه پرونده رو مختومه بکنن. این کار رو نمیتونن به شرایط انقلابی یا ایجاد خلأ قدرت موکول بکنن، نه به حکومت آینده‌ای که قرار پیش رو ظاهر بشه و هیچ قیاسی نداشته باشه. بایستی ما یک قیاس برای این بسازیم. بایستی ما تمام زهر داستان رو بگیریم که خدایی نکرده دامن هممون رو نگیره. چه کار بایستی بکنیم؟ بایستی بیایم یک مجهول الهویه‌ای که هیچ عددی هم نیست وادار کنیم بره برای ما یه مدتی نمایش مظلومیت برقرار کنه و با اقتدار کامل از رفقای عزیز خوشگل گوگولی مگولی دستگاه مقتدر قضایی ایرانش صحبت بکنه. بعد در دفاعیاتش نمایش سیاسی بده و بگه که من کارمند دستگاه قضایی بودم، اینا مجرمین قضایی اند. اینا مجرمین قضایی بودند یا مجرمین جنگی یا اسیران جنگی. بعد اینها رو شما الان طبق کدام کنوانسیون ها دارید محاکمه می کنید؟ خب ماجرا میدونید میخواد به کجا بره. ماجرا به اینجا میره به احتمال زیاد. دو سناریو داره، هر دوتاش رقیق کردن داستان و جمع کردن پرونده است. یکی این که یک سری اتهامات غیر قابل تعقیب بزنند و پرونده رو ببندند، یا این که آقای حمید نوری را تبرئه بکنند، جنایت بر علیه بشریت خوانده نشه و اثبات نشه و به عنوان قوانین داخلی کشور و پیوست اینها در ارتباط با جنگ مجاهدین خلق با ایران شرایط جنگی بنامند و بگن اینها سر موضع بودن، قصد شورش داشتن، که ما اینکه جمهوری اسلامی در فیلم میسازه که اینا در زندان قصد شورش داشتند و به همین خاطر با اینها برخورد قاطع کردند. مجاهدین خلق هم سالهای سال دنبال بهونه میگرده یه جورایی بولد بشه بیاد صدر اخبار. مجاهدین خلق کارش همینه. مثلا اون زمانی که داشتن حرم رضا رو میترکوندن انداختن گردن مجاهدین خلق، مجاهدین خلق کتمان نکرد. مجاهدین خلق هیچ کدام از کشتارها و حذفهای درون نظامی را که به نام او نوشتن کتمان نکرد. انفجار دفتر ریاست جمهوری را کتمان نکرد. قتل آیت الله طالقانی را کتمان نکرد. فلان قتل و فلان چیز رو که به مجاهدین منتسب کردن کتمان نکرد، به خاطر اینکه این ببر کاغذین مجاهدین بزرگتر و بزرگتر بماند. مجاهدین این باگ بزرگ رو داره. حالا آدمایی هم که هیچ جا ندیدنشون قراره به نام احقاق حقوق و مظلومیت مجاهدین و صدمه‌ای که از جمهوری اسلامی خوردند یه خوشرقصی در این دادگاه بکنن. مجاهدین خلق داره کلاه سرت میره ها، داری به خون رفقای خودت خیانت میکنی ها. این تقلیل دادن ماجرای 67 ها. تمام آمرین و دستاندرکاران و منتفعان و مقام بگیران و تمام کسانی که از جمهوری اسلامی هویت گرفتن در تاریخ ننگین دولت ایرانی سهیمند و بایستی تقاص پس بدند. اما اینها دارن داستان رو تقلیل میدن به 4 نفر. یک نفر هرزه این وسط میرزا بنویس ور دست این 4 نفر. اینو گرفتن دام بزرگیه، شکار خیلی گنده ایه.
گرفتیمش، حالا میبریم در دستگاه سوئد. حالا نتیجه این دادگاه چی میشه؟ نتیجه این دادگاه قرار بعداً سرلوحه کار این داستان بیفته و داستان پرونده 67 بعد از تلاش بیپایان جمهوری اسلامی برای ماسمالی کردنش تموم بشه. ساختن فیلم های مختلف، شورش نامیدن و ساختن فیلمی که شورش در زندان ها میخواست اتفاق بیفته، رو کردن فایل صوتی آیت الله منتظری و اینکه 4 نفر در این داستان به اضافه خمینی دستن در کارن و ما بقیه هیچ کارن، تمام گردن کلفتا پرروهایی مثل تاجزاده و امثال تاجزاده‌ای که بادی به قبقب میندازن و احیانا دم از آزادی و دموکراسی میزنن، کسانی که بر اقیانوسی از خون و کثافت نشستن. این ماجرا چیه؟ چرا میخواید تابستان 67 رو ماسمالی بکنید؟ وای به حال مردمی که خودش رو فریب بده. وای به حال مردمی که به زخمهای خودش بخنده. وای به حال مردمی که اجازه بده و بخواد زخمهای عفونیش رو در پس مگسان کثیف طمع و منفعت طلبیش پنهان بکنه. وای به حال این مردم. ما حتما این دادگاه نمایشی رو تعقیب میکنیم. اتفاقا این فایل به من کمک کرد که حساسیتم به موضوعات دیگری بیشتر بشه. اگر وقت پیدا بکنم این آقای ایرج مصداقی کلاهبردار شارلاتان رو بهش میپردازم. در این داستان شارلاتانیزم این آقا و کارکرد این آقا مشخص میشه. کارکرد ایرج مصداقی به فساد کشاندن ماجرای تابستان 67 و داره انحصار این ماجرا رو در دستش میگیره. این ایرج مصداقی و آقای دوماد غیور حمید نوری، کرد سنندجی سنی نوزجاپی، آقای هرش ایوب صادقی، ته خانواده تو خودتو رو هم در میاریم. الان دیگه به من ربط داره. من از خون هیچ کدام از فرزندان این سرزمین در پس هر توهم یا هر ایده‌ای در تعقیب آرمانی جانشون از دست دادن از پا نخواهم نشست و نمیذارم خونشون تا پایمال بشه و نمیذارم رنج هاشون برباد بره. من نمیذارم. این صدا بنیان شما را برمیاندازه و برمیکنه. شبتون بخیر.